با سلام خدمت شما بیننده عزیز. امید دارم که خوب و خوش و سلامت بوده باشید. درمان سرطان با سلول‌های مهندسی شده رویایی است که به واقعیت پیوسته. قبلا معالجه سرطان کار بسیار مشکلی بود، ولی هرچی زمان پیش میره پیشرفت‌های عظیمی در سنتتیک بیولوژی یا زیستشناسی سنتتیک رخ میده که باعث میشه که بیماران بسیاری از سرطان نجات پیدا کنن و کاملا سالم بشن. سلول های مهندسی شده یعنی اینکه زیستشناسان به روش های مختلف میان ژنوم سلول رو دستکاری میکنن و تعدادی ژن های جدید به سلول اضافه میکنند. زیستشناسان یاد گرفتند که با انتخاب ژن‌های مناسب و مهندسی اونها، یعنی ترتیب قرار گرفتن اونها و پیوند زدن اونها به سلول‌ها، میتواند کارآمدی سلول رو تغییر بدن. به همین دلیل امروزه زیستشناسان توانستند مثلا در درمان سرطان خون موفقیت‌های بزرگی رو به دست بیارن و همینطور در درمان سرطان‌های لمفاتیک. درمان سرطان با سلول‌های مهندسی شده تا 15 سال پیش تقریباً یک رویا بود، ولی از حدود 10 سال پیش به این طرف دیگه به واقعیت پیوسته و در بسیاری از بیمارستان‌های آمریکا در این ارتباط کارهای بزرگی صورت گرفته و بیماری سرطان در مراحل بسیار پیشرفته کاملا درمان شد و این یک واقعیت پزشکی هست در پزشکی نوین که من دوست داشتم این خبر خوش رو خدمت شما بدم. شما میبایستی در ارتباط با مهندسی سلول ها و ژنتیک سنتتیک و بیولوژی سنتتیک آگاهی کافی داشته باشید. به زبان ساده در این ویدیو پادکست من راجع به اون صحبت خواهم کرد. چرا اهمیت داره شما این نکات رو بدونید؟ دلیلش این هست که اگر فردی دچار بیماری سرطان بشه، کسی برای او فرش قرمز پهن نخواهد کرد که به کدام دکتر مراجعه کنه و به کدام بیمارستان بره، از کدام بیمه استفاده بکنه. آگاهی شما، دانش شما منجر به این خواهد شد که شما بتوانید اولا پزشک خوبی رو انتخاب بکنید که knowledgeable باشه، یعنی اطلاعات کافی در ارتباط با ژنتیک مهندسی شده و سلول های مهندسی شده داشته باشه. کسی که جوان باشه و از آخرین تحقیقات پزشکی در این زمینه آگاهی داشته باشه. دوماً از طبیب خودش بخواد که از این روش ها استفاده بکنه و سوماً به بیمارستان های مراجعه بکنه که این نوع خدمات در اونها داده میشه. هر بیمارستانی این خدمات رو ارائه نمیده. چه اطلاعاتی لازم هست در این مورد ما داشته باشیم؟ این است که بدانیم امروزه زیستشناسان این توانایی رو دارند که سلول ها رو دستکاری بکنن و به کمک ژن‌های مهندسی شده کارایی و کارآمدی اونها رو افزایش بدن. به طور مثال در درمان سرطان سلول‌های تی مهندسی شده کمک میکنه که سرطان‌های مربوط به بیماران خونی رو کاملا درمان بکنن. سلول‌های تی چی هستن؟ یک نوع گلوبول سفیده که در داخل خون افراد وجود داره. گلوبولای سفید انواع مختلف دارن. یکی از انواع آن سلول‌های گلوبول سفید تی هستن. زیستشناسان سنتتیک اومدن مقداری ژن‌های اصلاح شده در واقع و انتخاب شده و مهندسی شده به این سلول‌های تی اضافه کردن و این سلول‌ها در پوسته خارجی خودشون گیرنده هایی به وجود آمده که اونها رو میگن کایمریک آنتاجن ریسپتور، مثل رادار عمل میکنه.
یعنی قبلا این سلول های تی این ریسپتور رو نداشتند و یا به خاطر کاهش ایمونیتی بدن عمل کرده اونها پایین اومده. طبیب چه کار میکنه؟ زیستشناسان ما سلول های تی رو از خون بیمار سرطانی استخراج میکنند و با اضافه کردن یه سری ژن های انتخاب شده و مهندسی شده یه توانایی جدید به این سلول ها میدن. اون توانایی چیست؟ این است که در سطح خارجی سلول یک گیرنده هایی به وجود میاد که به راحتی میتواند سلول های سرطانی رو در داخل خون تشخیص بدن و به محض اینکه اونها رو تشخیص دادند به اونها حمله ور میشن و اونها رو نابود میکنن. این یک در واقع تحول نوین هست در امر پزشکی که ما عملکرد سلول ها رو به دلخواه خودمون تغییر بدیم. اگه سلولی در شناخت سلول های سرطانی ضعیف عمل میکنه میتونیم اون رو از بدن خارج کنیم، قدرت تشخیص و عملکردش رو بالا ببریم و اون رو دوباره وارد بدن کنیم. اون سلول ها که سلول های بدن خود فرده باعث خواهند شد که سلول های سرطانی رو در نقاط مختلف بدن شناسایی بکنن. در آزمایشگاه ژن هایی به این سلول های تی اضافه میشه که در اونها گیرنده های مخصوصی در سطح سلولی ایجاد میشه. این گیرنده ها به کمک سلول های تی آنتیژن های خاصی رو که در اطراف سلول های سرطانی از شناسایی میکنن. جای شکر داره که سلول های سرطانی با دی ان اشون و ژنومشون با سلول های معمولی بدن فرق میکنه. بنابراین اگر ما سلولی در بدن داشته باشیم که قوه تشخیص این سلول های سرطانی داشته باشه، ابتداً اونها رو تشخیص خواهند داد و سپس به اونها حمله ور شده و اونها رو نابود میکنن. در حال حاضر موفقیت های بالینی زیادی در این ارتباط صورت گرفته در 10 سال گذشته که شامل درمان نوعی از سرطان سیستم لنفاوی هست که گروهی از تومورهای بدخیم با منشأ سلولهای لنفوسیتی رو کاملا درمان کرده و این روش توسط FDA آمریکا تایید شده هست. در برخی بیماران حتی سرطانهای بسیار پیشرفته به طور کامل ناپدید شده. بنابراین با این سلولهای مهندسی شده کار درمان، ابتدا کار تشخیص سلولهای سرطانی و سپس کار درمان اونها آسانتر شد. البته روش‌های دیگری هم وجود داره. هر روش برای خودش یک نکات مثبت و یک نکات منفی داره. برای کاهش نکات منفی از یک روش دیگه هم استفاده میشه و اون استفاده از سلول‌های یک نوع از گلوبول‌های سفید هست به نام Natural Killer Cells یا کشنده های طبیعی خون. اینها گلبول های سفیدی هستند که در خون موجودند و خود به خود به سلول های بدخیم حمله میکنن در زندگی معمولی و اونها را از بین میبرن. ولی گاهی اوقات با افت توان سیستم ایمنی بدن، مثلا به خاطر پیری، این سیستم ایمنیتی بدن کاهش پیدا میکنه یا به خاطر نوع بدخیم سرطان، اون سرطان خیلی مهاجم هست و از دست این natural killer cells فرار میکنه، به جاهای دیگه میره. برای اینکه قدرت و توانایی بیشتری به سلول های NK که نوعی از گلوبول های سفید هستن ببخشند، این NK رو از خون بیمار سرطانی خارج میکنند. با مهندسی ژنتیک تعدادی ژن‌های انتخاب شده و مهندسی شده به این گلوبول‌های سفید اضافه می‌کنند. اضافه کردن این ژن‌ها باعث میشه که این سلول‌ها تقویت میشن و رادار و گیرندگیشون قوی‌تر میشه و هدفگیری دقیق‌تر انجام میدن.
یعنی سلول های سرطانی رو بسیار سریع در نقاط مختلف شناسایی میکنن و به اونها حمله ور میشن. درست مثل یک حمله هوایی، شما هرچه رادارهای یک کشور قوی تر باشه میتوانه موشک ها و هواپیماهای تیز پرواز رو سریعتر تشخیص بده، در فاصله دور هم تشخیص بده و به اونها بتونن حمله ور بشن. این هم دقیقا همین سیستمه. سلول های NK می توانند با دستکاری ژنتیکی که در اونها صورت میگیره توان ریسپشن یا گیرندگیشون افزایش پیدا بکنه و سلول های سرطانی رو تشخیص بدن و به اونها حمله ور بشن. یک نوع دیگری از گلوبول های سفید در خون وجود داره که به اونها سلول های ماکروفاژ میگویند. ماکروفاژ ها در واقع به شکل طبیعی کارشون جذب کردن و هضم کردن سلول های مرده هست در بدن و به شکل طبیعی با سلول های سرطانی کاری ندارن. اخیراً زیستشناسان سنتتیک این ماکروفاژ ها رو دوباره از بدن خارج میکنند و با مهندسی ژنتیکی و اضافه کردن ژن های جدید به اونها توان شناسایی سلول های سرطانی رو میبخشند و این سلول های ماکروفاژ جدید گیرندگی جدید دارن، به اونها حمله ور میشن و اونها رو ناک اوت میکنن، یعنی اونها رو هضم میکنند و از بین میبرند. این تا اینجای بحث. این بحث بسیار بحث مهمی است. من خواهش میکنم که خانواده های محترم در این ارتباط اطلاعات جمع آوری بکنن، این ویدیو پادکست رو با کسانی که خدای نکرده درگیر سرطان هستن به اشتراک بگذارن. این اطلاعات به اونها کمک خواهند کرد که از طبیب خودشون بخوان این نوع خدمات رو به اونها ارائه بدن یا به بیمارستان هایی مراجعه بکنن که این خدمات در اونجا به بیماران عرضه میشه. و اما اینکه آینده درمان با سلول های مهندسی شده به کجا خواهد رفت؟ در این ارتباط نکته‌ای که در ارتباط با سلول های مهندسی شده وجود داره این است که زمان استخراج سلول ها از بدن، مهندسی کردن اونها و دوباره پرورش اونها به تعداد زیاد و تزریق اونها به بدن بیمار ممکنه چند وقت طول بکشه، یعنی ممکنه 1-2 ماه طول بکشه و حال بیمار اونقدر بد باشه که نتونه این فرصت رو تحمل بکنه. برای این معضل پیشرفت‌های زیادی حاصل شده به طوری که زیستشناسان سنتتیک و اطباء اومدن تولید انبوه سلول‌های مهندسی شده رو تولید انبوهش رو شروع کردن که به این تولید انبوه میگویم فناوری‌های جدید off the shelf یعنی سلول هایی که قبلا روش کار شده، آماده هست، آماده تزریق هست، دیگه مریض معطل به استخراج و مهندسی کردن سلول ها منتظر نمیشه. این سیستم جدید رو بهش میگویند off the shelf، یعنی یک دهنده‌ای از خون خودش تعدادی گلوبول سفید در اختیار لابراتوار میگذاره. لابراتوار اینها رو مهندسی میکنه، آماده هست برای تشخیص و اینها رو نگهداری میکنن برای مراجعین سرطانی که حال وخیمی دارن و زمان کوتاهی دارن و این به اونها تزریق میشه. وقتی که سلول های آف د شلف به شکل انبوه تولید میشن، هزینه درمان بیماری سرطان به خاطر مهندسان زیستشناس و به خاطر تیم کامپیوتر و تیم شیمیدان، تیم فیزیکدانی که به شکل گروهی با هم کار میکنن، هزینه های درمان بالاست و به شکل دموکراتیک در معرض عموم مردم میتونه قرار نداشته باشه. ولی این روش انبوه سازی باعث شده که هزینه های تولید
در واقع سلول های مهندسی شده کاهش پیدا بکنه و بیماران با قیمت کمتر بتوانند از این سرویس ها استفاده کنند. نکته که بسیار مهمه در اینجا این هست که باز به روش های مهندسی سلولی کاری میکنند که این سلول ها وقتی به بدن بیمار سرطانی اضافه میشه مشکل تطابق یا رد کردن اونها توسط گیرنده وجود نخواهد داشت. رد پیوند خطرش کاهش پیدا میکنه. درمان سرطان با سلول های مهندسی شده یک دستاورد بزرگ پزشکی قرن 21 است که در حال حاضر ما و شما بیننده عزیز در این زمان داریم زندگی میکنیم. مطمئن باشید که ظرف 5 تا 10 سال آینده خبرهای بسیار بسیار خوشتری در این ارتباط خواهید شنید. این کارها از سال 2000 شروع شده و مهندسی سلول ها برای درمان سرطان از سال 2010 عملی شده، از طریق FDA هم اپروف شده و در کم کم در برخی از بیمارستان ها دارن در این نوع از خدمات پزشکی عمل میکنند و فعالیت میکنند. تا اینجا راجع به سنتتیک بیولوژی یا زیست شناسی سنتتیک اشاره هایی داشتیم، اما اینکه زیست شناسی سنتتیک یعنی چه و آیا فقط در امر پزشکی ازش استفاده میکنن یا نه، توضیحات بیشتری میخوام بدم که فقط در مورد سرطان نیست، در بسیاری از موارد دیگر پزشکی این فعالیت ها و این پیشرفت ها صورت گرفته. زیست شناسی سنتتیک یک حوزه میان رشته‌ای پیشرفته است که هدف اون طراحی و ساخت سیستم ها و موجودات زیستی جدیدن. یعنی که اصلا حیات جدید، باکتری جدید، ویروس جدید اختراع میشه. با مهندسی ژنتیکی ما باکتری هایی به وجود میاریم، ویروس هایی به وجود میاریم که عملکرد اونها در اختیار ماست. یعنی ما تعیین میکنیم که چه نوع عملکردی داشته باشه. برای اینکه این بیشتر مفهوم بشه مثالی برای شما میزنم. مثلا باکتری ای کولای یا اصطلاحاً اشرشیا کولای یه باکتری است که اگه وارد بدن انسان بشه ایجاد بیماری عفونت روده‌ای و اسهال اینا میکنه. این باکتری رو ژنومش رو تغییر میدن. اون ژنی که داره که با عوامل بیماریزا رو ایجاد میکنه ازش استخراج میکنن. ژنهایی رو که قبلا بررسی شده و در تولید انسولین در بدن گاو یا خوک استفاده میشد، این ژنها رو وارد پیکره اشرشیا کولای میکنن یا به شکل ساده ای کولای. از لحظه‌ای که این ژن‌های مهندسی شده وارد بدن ای کولای میشه، عوض اینکه بیماریزا باشن شروع میکنن به تولید انسولین کاملا شبیه به انسولین انسان. ببینید این چه پیشرفت بزرگی است. بنابراین هزینه‌های آزمایشگاهی تولید انسولین سنتتیک که کاملا شبیه به انسولین طبیعی انسانی است، در لابراتوار از طریق سلول های ایکولای مهندسی شده ساخته میشه، با قیمت ارزان در اختیار کسانی که بیماری قند خون دارن قرار میگیره که راجع به این مفصل در دقایق بعد با شما صحبت خواهم کرد. بنابراین زیست شناسی سنتتیک یک ترکیبی است از مهندسی، از زیست شناسی مولکولی، شیمی، فیزیک و علوم کامپیوتر. این مجموعه با هم این پیشرفت ها رو به وجود میاره. خانواده هایی که در بین فرزندانشون افرادی رو دارن که به دنبال یک رشته جدید و نوین میگردن که بتونن هم پولساز باشه، هم در واقع راه کشفیات جدید و راه
در خدمات جدید در اون بی نهایت باشه، من توصیه میکنم که به فرزندانشون این ویدیو پادکست رو به اشتراک بگذارن و بدونن که زیست شناسی سنتتیک یک علم جدیده و میتوانه آینده خوبی رو برای اونها فراهم بکنه. از طرف دیگه به خانواده ها توصیه میکنم که با این اطلاعات خودشون رو آگاه بکنن در برابر با مبارزه بر علیه بیماری های مختلف که سرطان در رأس اونها هست، ولی اشاره خواهم کرد که در ارتباط با بسیاری از بیماری های دیگه هم میتونه مفید واقع بشه. و اما اینکه این کار مهندسی زیستی یا زیستشناسی مهندسی امروزه به جایی رسیده که زیستشناسان پیشرفت‌های بزرگی رو در ارتباط با بایوبریکس انجام دادن. بایوبریکس چی هست؟ یعنی اومدن خودشون به جای اینکه دی ان ای رو شناسایی بکنن، تغییرات کوچیک در دی ان ای بدن، خودشون دی ان ای رو مهندسی میکنن و اجزاء دی ان ای رو خودشون میتوانند فرموله بکنن، یعنی ماجول، در واقع ماجوله بکنن. ماجول کردن ها یعنی که شما واحدها و یونیت های ژنتیک مهندس شده به وجود بیارید که اصطلاحاً بهش میگن بایو بریکس. بریکس هم آجرهای زیستی. شما برای ساختن یک بنا، یک ساختمان احتیاج به واحدهای ساختمانی مثل بلوک‌های سیمانی یا آجر دارید که این آجرها روی هم چیده میشن و یه بنایی رو میسازن. این بایو بریکس ها امروزه در آزمایشگاه ها ساخته میشه و به شکل آفت شلف میتونن آماده برای مصرف هستن و کاربردهای بسیار زیادی داره، به طوری که شما یک طبیب، یک لابراتوار، یک فارماسیوتیکال اینداستری میتونه سفارش بده که مثلا من برای ساخت انسولین یک بایو بریکس میخوام، برای تشخیص اینکه آیا سرماخوردگی من آنفلانزاست یا کوویده، یک بایو بریکس میخوام، سفارش میدن و اینها ساخته میشه یا آماده هست برای اونها ارسال میشه. شما ببینید خودتون وقتی سرما میخورید شک دارید که آیا دچار کووید شدید یا یک آنفلانزای جدید هست، با یه تست ساده که از داروخانه میگیرید، اون تست رو وارد بینی میکنید و ظرف 1 دقیقه یا چند ثانیه این اندیکیتور به شما نشون میده که دچار بیماری کووید هستید یا خیر. این چیه؟ این یه بایوبریکس. بایوبریکس ها در واقع سیستم های مهندسی شده هستن که کار تشخیص رو بسیار ساده کردن. لازم نیست شما برید آزمایش خون بدید، برید آزمایشگاه، اگر در مسافرت هستید دسترسی به این چیزا ندارید، کافیه اون کیت آزمایش همراهتون باشه و بتونید از اون استفاده بکنید. امروزه پزشکی در یک چنین مرحله قرار گرفته. پس این بایوبریکس ها و این سیستم های مهندسی شده و ژن های مهندسی شده کارشون به جایی رسیده که هم در تشخیص کارهای بزرگی انجام میدن و هم در درمان. زیستشناسی سنتتیک امروز در لابراتوارها طراحی و مونتاژ سیستم های پیچیده ژنتیکی رو به عهده دارن و حتی کار به جایی رسیده که ارگانیسم های جدید به وجود میارند، یعنی سلول جدید، ارگان جدید، بافت جدید، ویروس جدید. البته اینجا جای نگرانی داره که خدای نکرده این سیستم ژنتیک و این سیستم سلول های مهندسی شده در راه اخلاقی به کار گرفته بشه، در راه انسانیت، در راه
درمان و در راه پیشرفت‌های اقتصادی و صنعتی، نه در راه جنگ و ستیز و آدمکشی و مبارزه بین دولت‌ها که این کار امکان داره و باید در ارتباط با سیفتی و ایمنی این قوانین بین المللی ایجاد بشه و کشورها روی اون به توافق برسن. این خودش میتونه مانند بمب اتم خطرناک باشه، باید کنترل بشه، باید همونطور که فناوری انرژی هسته‌ای در واقع میتونه در راه مناسب، خوب و در راه پیشرفت مصرف بشه، میتونه در راه انفجار و کشته شدن آدم ها هم مصرف بشه. زیست شناسی سنتتیک هم متاسفانه این خطر درش وجود داره و امیدوار هستم که در دانشگاه ها راه های ایمنی و سیفتی این پیشرفت ها نیز بین کشورها گسترش پیدا بکنه. نمونه های شاخصی میخوام به شما ارائه بدم از زیست شناسی سنتتیک. نمونهش میکروب های مهندسی شده است. برای ساخت داروها میکروب های مهندسی شده برای ساخت داروها هم وجود دارند که نمونه اون آرتیمیسینین هست که ضد مالاریا هست. دوم در طراحی حسگرهای زیستی هست برای تشخیص آلودگی ها یا بیماری ها، همونطور که عرض کردم مثلا برای تشخیص بیماری کووید، برای تشخیص آنفلانزا، برای تشخیص آلودگی های آب، برای تشخیص آلودگی های هوا و انواع اقسام آلودگی های صنعتی. از این حسگرهای زیستی میتوان استفاده کرد. زیست شناسی سنتتیک یا مهندسی زندگی در سطح مولکولی پیشرفت زیادی داشته، به طوری که با ساخت سیستم های بیولوژیکی نو راه حل هایی برای چالش های پزشکی، صنعتی و زیست محیطی ارائه داده شده. یعنی چه؟ مثلا برای تصفیه آب شما ببینید صنایعی وجود دارند که فاضلاب اونها مقدار زیادی سموم به محیط زیست وارد میکنن. برای اینکه جلوی این کار گرفته بشه صنایع مکلف هستند، صدها میلیون دلار اختصاص میدهند به تصفیه فاضلاب که این فاضلاب تصفیه بشه و آب و پساب اون که وارد محیط زیست مردم میشه آلودگی به وجود نیاره و مردم رو بیمار نکنه. این هزینه هنگفتی برای صنایع داره، ولی با زیست شناسی سنتتیک میتوان میکروب هایی رو مهندسی کرد که اینها وقتی به فاضلاب صنایع اضافه میشه، این فاضلاب توسط اون میکروب ها یا باکتری ها به سرعت و با عملکرد بسیار خوب مواد آلوده کننده یا اون کاملا تصفیه بشن و در نهایت به اکسیژن و هیدروژن که همون آب باشه تبدیل بشن و در واقع مواد زائد اون رسوب بکنن در کف اسحاق‌های فاضلاب و استخراج بشن. صدها میلیارد دلار در جهان صرف تصفیه فاضلاب ها میشه. زیست شناسی سنتتیک در واقع امروزه داره روی این سیستم کار میکنه که باکتری هایی رو تولید بکنن که وارد پساب های صنایع بکنن و این باکتری ها فاضلاب رو به خوبی تصفیه بکنن. شما ببینید امروز اگه صاحبان صنایع این اطلاعات رو داشته باشند، مطمئناً از شناسان حرفه‌ای خواست باکتری ایجاد بکنن که صنعت اونها از این باکتری استفاده بکنن. ولی اگه آگاهی نداشته باشن متاسفانه به روش‌هایی که در قدیم متداول بوده مثل هوادهی حوضچه ها، بعد استفاده از مواد کمیکال و
مواد رسوب دهنده و بسیاری روش‌های عقب افتاده این سیستم‌های تصفیه فاضلاب رو به کار بگیرن. این سیستم‌ها قدیمی است. امروز روش‌های نوینی ابداع شده که باید صاحبان صنایع به این سمت حرکت بکنن. زیستشناسی سنتتیک امروز کاربردهاش بسیار وسیع شده، فقط در امر پزشکی نیست. مثلا در پزشکی تولید داروهای جدید، سلولهای درمانی وارد بدن میکنند، واکسن ها رو در زمان بسیار کوتاه تهیه میکنند. همچنین واکسن های دیگری هم هر ساله میدونید ویروس آنفولانزا موتیشن انجام میده و ژنش تغییر میکنه و خاصیت بیماریزهایش تغییر میکنه. برای اینکه واکسن های ضد آنفولانزا بسازن هر سال این ویروس های آنفولانزا رو ژنومش رو بررسی میکنن، اونهایی که موتیشن یا موتاسیون یا جهش های ژنتیکی داشتن رو تشخیص میدن و سپس واکسن اون رو در زمان بسیار کوتاه تهیه میکنن، به طوری که در فصلی که آنفولانزا در حال گسترش هست این واکسن ها در اختیار عموم مردم قرار میگیره در داروخانه و هر سال باید این واکسن به خصوص برای کسانی که سن اونها بالای 50 سال هست مورد استفاده قرار بگیره. همینطور به عنوان برای به وجود آوردن انرژی میتوان از این زیستشناسی سنتتیک در تولید سوختهای جدید استفاده کرد که کرده اند که موضوع صحبت امروز ما نیست. در ویدیو پادکست های آینده در مورد اون با شما صحبت خواهم کرد. بهتره در اینجا من اشاره بکنم به تاریخچه زیستشناسی سنتتیک که اینطور نیست که ناگهانی در طول 10-20 سال گذشته این کشفیات و این ابداعات به وجود آمده باشه. نه، از ابتدای قرن 20 یعنی حدود 1960 تا 1990 یک کشفیات بزرگی رخ داد. اصطلاح زیستشناسی سنتتیک یا سنتتیک بیولوژی برای اولین بار در سال 2000 تعریف رسمیش توسط اریک کول و همکارانش برای توصیف طراحی و ساخت سیستم‌های زیستی جدید به کار رفت. بعد از اون در سال 2002 ساخت اولین مدار ژنتیکی مصنوعی شکل گرفت و نشان داد که میتوان رفتارهای مهندسی شده را در سلول‌ها برنامه ریزی کرد. یعنی رفتار یه سلول رو که بیماریزاست تغییر بدین، اولا بیماریزاییش از بین بره، دوما کاری که ما میخوایم انجام بده، به طور مثال هم انسولین برای ما انجام بده یا ایجاد دارو بکنه یا تولید یک واکسن بکنه برای ما. این کار رو بهش میگوییم مدارهای ژنتیکی مصنوعی که وارد بدن سلول میکنیم و به این ترتیب اون چه که ما میخواهیم پاسخ میگیریم. در سال 2003 هم استانداردسازی قطعات زیستی یا بایوبریکس، من توضیح دادم قبلا که چه هستند، در سال 2003 شروع شد. دانشگاه MIT آمریکا با پروژه جم که رقابت بین المللی ماشین های مهندسی ژنتیک بود، مفهوم قطعات ماژولار یا همون آجرهای زیستی یا در واقع قطعات زیستی رو به دنیا معرفی کرد. دانشگاه MIT این کار کرد که این قطعات آفت شلف می توانند ابتدا در لابراتوار به تعداد فراوان قرار بگیرند و بر اساس سفارش مشتری به زبان بازاری برای اونها ارسال بشن. ولی پیشرفت‌های انقلابی زیستشناسی سنتتیک از سال 2010 یعنی 15 سال پیش آغاز شد. زیاد شناخته شده نیست و من خوشحالم که یکی از اولین کسانی هستم که در ارتباط با زیستشناسی سنتتیک برای شما صحبت میکنم. در سال 2010
ساخت اولین سلول با ژنوم مصنوعی صورت گرفت. کریک ونتر فردی بود که البته به کمک تیمش مایکوپلاسما مایکوایدس رو با یک ژنوم کاملا مصنوعی به وجود آورد. یعنی باکتری ساخت به نام مایکوپلاسما مایکوایدس که ژنوم کاملا مصنوعی ساخت بشر داشت و این اولین ارگانیسم با دی ان ای طراحی شده توسط تیم کامپیوتری ایشون. و امروزه این زیست شناسی صنعتی به شکل گسترده‌ای با هوش مصنوعی یا AI ترکیب شده برای اینکه بشه طراحی ها سریعتر صورت بگیره. برای طراحی سریعتر سیستم های زیستی زیست شناسان از اونو اومدن ادغام کردن با هوش مصنوعی و سرعت کار بسیار افزایش پیدا کرده است. و اما اینکه ما آینده رو چگونه میبینیم، زیست شناسان در واقع سنتتیک آینده رو چگونه میبینن. علت این که من در این مورد با شما صحبت میکنم به خاطر اینکه من خودم یه زیست شناس هستم و کارشناس ارشد سلامت عموم یا پابلیک هلث. به همین دلیل این اطلاعات رو انتخاب کردم که با شما به اشتراک بگذارم برای آگاهی بیشتر. چشمانداز آینده بسیار روشن و بسیار امید بخشه. دیگه رویا نیست. یک زمان سفر به کرات آسمانی برای بشر یک رویا بود، ولی با خرد، با سخت کوشی و با بکارگیری علم توانست پا بر سطح کره ماه بگذاره و الان هم در واقع پژوهش گرهای خودش رو بر سطح کره مریخ داره. رویای مبارزه با بیماری ها و از بین بردن بیماری های مختلف دیگه رویا نیست، به واقعیت پیوسته و در حال حاضر در حال اجرا هست. انسان در قرن 21 پا به عرصه هوش مصنوعی گذاشته. این هوش مصنوعی به کمک هوش واقعی که در واقع در مغز خود ما انسان ها هست، Real Intelligence یا RI و Artificial Intelligence یا AI به کمک هم سرعت بخشیده اند به نوآوری، کنجکاوی و اکتشافات مغز بشر. ما اصالت رو نباید به هوش مصنوعی بدیم، ما اصالت رو باید به هوش واقعی که در مغز شما بیننده عزیز هست بدیم. اصالت با ریل اینتلیجنس هست، اصالت با هوش مصنوعی نیست. هوش مصنوعی پردازشگر سریع و به سرعت داده ها رو پردازش میکنه و در اختیار هوش واقعی قرار میده که همین انسان ها هستن. بنابراین سرعت اکتشافات و اختراعات و پیشرفت های علمی نوین به شدت افزایش پیدا کرده. این به کمک هوش مصنوعی است، ولی اون نبوغ فکر انسان هست که هوش مصنوعی رو آفریده تا به اکتشافات خودش سرعت ببخشه. اصالت با هوش واقعی است. هوش مصنوعی یک دست افزار و یک وسیله و ابزار هست برای پیشرفت سریعتر و خارق‌العاده و کوتاه کردن زمان، چون عمر انسان کوتاهه و بنابراین باید در این فرصت کوتاهی که وجود داره بتوانه به کشفیات خودش، به توان علمی خودش سرعت ببخشه. تنها راهی که میتوان با اون سرعت بخشید استفاده از هوش مصنوعی یا AI هست. حالا میخوام اشاره بکنم به اهمیت زیست شناسی سنتتیک در پابلیک هلث یا سلامت عموم. زیست شناسی سنتتیک با توانایی طراحی و ساخت سیستم‌های زیستی جدید
نقش تحول آفرینی رو در سلامت عموم مردم ایفا میکنه. این حوزه با ارائه راهکارهای نوین در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها انقلابی رو در پزشکی مدرن ایجاد کرده. در تشخیص مثل به کمک گرفتن AI برای آنالیز اطلاعاتی که از CT اسکن و از MRI و یا از سونوگرافی و آزمایش های مختلف لابراتواری صورت میگیره، این کیت های پزشکی به سرعت جواب آزمایش ها رو پیدا میکنن و در دسترس کادر پزشکی قرار میدن. همینطور در تولید داروها و واکسن های نوین هم به شدت مورد استفاده قرار میگیرن. ساخت داروهای مقرون به صرفه، ما ممکنه که داروهایی رو کشف بکنیم و پیدا بکنیم ولی اونقدر گران باشن که در دسترس عموم مردم نباشند، ولی با همین زیست شناسی سنتتیک ما میتوانیم داروها رو به روش ساده تر و به شکل انبوه تولید بکنیم، قیمت اون کاهش پیدا بکنه که در دسترس عموم مردم و کسانی که توانایی مالی کافی ندارند قرار بگیره. نمونهش همون تولید آرتیمیسینین مصنوعی هست که داروی ضد مالاریا است که باعث نجات جان بسیاری از بیماران شده. در قدیم تا چند وقت پیش تعداد زیادی از مردم به خصوص در قاره آفریقا به خاطر بیماری مالاریا کشته می شدن. مبارزه‌ای که صورت می گرفت با کمک DDT برای کشتن پشه آنوفل که ناقل بیماری مالاریا بود صورت می گرفت. ولی امروزه DDT خودش یکی از آلوده کننده های محیط زیست هست، دیگه کاربرد اون متوقف شده. به جای اون در درمان بیماری مالاریا استفاده زیادی از آرتیمیسینین صورت میگیره و این به روش سنتتیک ساخته میشه. در اینجا میخوام آینده سلامت عمومی در عصر زیست شناسی سنتتیک رو برای شما ترسیم کنم و اون این است که این علم زیست شناسی سنتتیک با سرعت بسیار بالا، دقت و کارایی بی سابقه در حال تغییر نظام بهداشت جهانی است. همینطور به شدت در حال تغییر نظام پزشکی ما هست و سیستم های جدید و نوین دارند به جامعه معرفی میشن. به همین دلیل توصیه من این هست که شما بیننده عزیز این اطلاعات رو به اندازه کافی داشته باشید تا در صورت مواجه شدن با بیماری های خطرناک به طبیب هایی که جدید هستند، طبیب هایی که به این علوم آشنایی دارن مراجعه بکنید. به بیمارستان هایی که این گونه خدمات رو ارائه میدن مراجعه بکنید تا بتوانید از مکسیموم پیشرفت های نوین زیست شناسی سنتتیک و پزشکی نوین بهره مند بشید. این از واکسن های سفارشی گرفته در هر مورد می شود واکسن ها رو سریع تهیه کرد. همینطور کسانی که فرزندانشون مشکلات ژنتیکی دارن، درمان های ژنتیکی اختصاصی برای اون فرد قابل طراحی، مهندسی و اجرا هست و من امید دارم که سیاستگذاری های هوشمند و نظارت اخلاقی، مشارکت جهانی در این ارتباط افزایش پیدا بکنه به طوری که کشورها دست از تولید سلاح‌های بیولوژیک بردارن، دست از طراحی و اکتشاف و اختراع در واقع ویروس‌های بیماریزا برای حمله به کشورهای دیگه بردارن و
برعکس به خدمات رسانی به مردم جامعه خودشون و به مردم جهانی بپردازن. خلاصه بود از زیست شناسی سنتتیک و پیشرفت‌های نوینی که در این ارتباط صورت گرفته. من خودم رو موظف دونستم که این اطلاعات رو با شما به اشتراک بذارم. ممنونم که تا این لحظه من رو تحمل کردید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.